سلام عزیزای دل، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. ممنون که با لایک و کامنت های پرمهرتون حمایتم میکنید و به هم انرژی میدید تا بتونم پست های بهتری براتون بذارم. بیا بهت یاد بدم گردو رو دیگه ساده نخوری. گردو رو هم میتونیم مثل آجیلای دیگه بو بدیم. اول از همه گردو رو توی یه مایتابه خشک میریزیم و کمی تفت میدیم. وقتی حس کردیم گردومون خوش شده و بوی خامی اون از بین رفته، بهش نمک، زردچوبه، آب و کمی آب لیمو اضافه میکنیم. حالا گردو رو با حرارت ملایم انقدر هم میزنیم تا آبش تبخیر بشه و طعم نمک و زردچوبه به خورد گردومون بره. وقتی آب گردومون تبخیر شد، یکم دیگه میذاریم رو حرارت بمونه تا خشک بشه. وقتی گردومون حس کردیم که دیگه خشک شده، میریزیمش روی یه دستمال، میذاریم تا خنک بشه. بهتون پیشنهاد میکنم این گردو رو حتما درست بکنید و کنار عزیزانتون از طعم بی‌نظیر اون لذت ببرید. راستی میتونید به جای زردچوبه از زعفران هم استفاده کنید. نوش جان.